چند ساکنان پایتخت از گرانشوی نرخ محصولات نیاز اولیه به خصوص میوه‌جات و سبزیجات شکایت میکنند. این شکایت ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک سر و صداهای زیاد را به بار آورده است. ما تصمیم گرفتیم این مسئله را در یکی از بازارهای کلان شهر دوشنبه بازار مهرگان پیگیری نماییم. بس حد قیمت بدانش در چه؟ السلام علیکم خاله. پمیدور چند تومان خاله؟ برای چه قیمت خاله؟ کم شد. شما برای کجا نگیرید خاله؟ شما در میارن؟ بعد همون سر قیمت شوی همین نرخ نمیگیرن. قیمت شوی هم پمیدور شما گفتید که پمیدور شما در میبیارن نه؟ بعد همون شما نمیپرسید که برای چی نرخ قیمت شده است؟ خاک شده است؟ پیاز چند تومان خاله؟ برای چی قیمت خاله؟ نه شما برا میخرید یا شما میبیارن؟ میارن میتونن همینجا با همه آدمایی که میارن سر قیمت شویش نمیگن شما چی میگن سر من شاید پیزوی از گازده تاجیکستان برادر میخواستم نظر شما رو دایر و نرخ نوع همین بازار کنسم نرخ نوع چگونه است تدرسم مردم میتونید که بگیری بعد 25 میتونید 25 تومان نه نیرم 60 تومان پمیدور چند تومان خورد 10 تومان من از میخواستم نظر شما رو دارید و نرخ بازار کنم نرخ شما شرافی به همین نرخ نگوید مثلا پمیدور یک هفته پیش 7 تومان بود مثلا 12 تومان فقط به‌غرض نظر سوداگران سبب قیمتی نرخ را به دهقانان وابسته می‌دانند. آنها میگویند که ما محصولات را از دهقانان دسترس می‌کنیم و آنها قیمتی محصولات را در خشک و بی آب ماندن و نبودن همین گونه محصولات می‌دانند. در حالی که طبق آمار وزارت کشاورزی برخی همین گونه محصولات نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر استحصال شده است. مسئولین بازار میگویند که ما تنها جای برای سوداگران به اجاره میدهیم و آنها محصولات را خریداری کرده میفروشند. مردم باشند گرانی نرخ را تصدیق میکنند ولی از گفتن نام خود و ثبت ویدیویی دست کشیدند.